منفیس تیم حامد حدادی از جوان‌ترین تیم‌های NBA برای اولین باره که به پلی آف میرسه، تجربه پلی آف رو نداره. تیم سن آنتونیو تیم بسیار با تجربه‌ایه، اما خیلی از کسایی که بازی‌های تیم منفیس رو دنبال می‌کنن تصورشون اینه که سن آنتونیو و رویارویی سن آنتونیو و منفیس خیلی بهتر از رویارویی منفیس با لس آنجلس لیکرزه، به دلیل اینکه در برابر تیم سن آنتونیو تیم منفیس میتونه از اندازه و قد بازیکنانش و جوونی بازیکنانش استفاده بکنه. اینی که تیم منفیس تونست اولین بازی رو در خونه سن آنتونیو بگیره اهمیت بسیار زیادی داره. اگرچه بازی دوم رو به دلیل وجود مانو جنوبلی در واقع واگذار کردن، اما هنوز همین شانس وجود داره. در پایان همین هفته تیم سن آنتونیو برمیگرده به منفیس که بازی برگشت رو انجام بده و بازیکنان لاینل هالینز خیلی روی پشتیبانی تماشاچیای راغب منفیسی حساب میکنه. اما نهایتاً چیزی که تعیین کننده است در مرحله پلی آف تجربه است و باید ببینیم که منفیس چجوری میتونه با تجربه سن آنتونیو روبرو بشه. چطور میخوان جلوی سن آنتونیو بایستن در وضعیتی که خب خیلی خوب در بازی دوم دو بازیکن بلند قد سن آنتونیو دچار مشکل شدن. تیم دانکن 6 خطایی شد، از زمین بیرون رفت. مت بانر 5 خطایی بود. اما کیو دارن که جلوی مانو جینوبلی قرار بدن؟ خیلی جالبه که دقیقاً همون ابزاری که سن آنتونیو بر علیه بقیه تیم‌ها استفاده می‌کرد، یعنی ابزار چند خطایی کردن و ابزار تجربه، این همون ابزاریه که منفیس باش در واقع در با سن آنتونیو روبرو میشه. الان مهمترین ابزاری که در واقع سن آنتونیو میشه بهش منفیس میشه بهش اشاره کرد در برابر سن آنتونیو، مسئله سرعت، مسئله قدرت و جوانیه و به این شکل که میتونن از برش‌های مانو جنوبلی جلوگیری کنن. اینی که ما الان بخوایم یک مچاپی رو که یک تک به تک بازیکن‌ها رو در برابر هم قرار بدیم، ممکنه هنوز منفیس کمبود تجربه داشته باشه، ولی در کل منفیس تیم جوان‌تری و همین مسئله ممکنه کمکشون کنه. در کل همه تیم‌ها رو ما دیدیم در مرحله حذفی و همه حداقل 2 بازی رو انجام دادن. یک سری تیم داریم که ما ستاره‌هایی دارن در حد ستاره‌های هالیوود. یک سری تیم‌هایی هم هستن که واقعا ستاره‌ها به این حد ستاره‌های شناخته شده‌ای نیستن، مثل آتلانتا و تیم‌های این شکلی. تیم‌های ستاره‌دار بهتر بودن یا تیم‌های بدون ستاره؟ در تابستان گذشته که تیمایی مثل میامی هیت اومدن ابر ستاره ها رو جمع کردن و در واقع اون تیم هایی که توی بازارهای بزرگتری نظیر میامی و نیویورک هستن اومدن یک کهکشان از ستاره رو جمع کردن. خیلی از بسکتبال دوستا در واقع اومدن بسکتبال NBA رو تشبیه کردن به فوتبال اروپا که تیم‌های پولدار میان هر چه بازیکن خوب هست رو میخرن و ابراز نگرانی کردن که آیا بسکتبال داره از اون حالت ورزش تیمی به ورزش انفرادی تبدیل میشه. تیم لیگ NBA لیگیه که از برابر بودن تیم هاست که داره در واقع توجه همه رو جلب میکنه و اینی که لیگ بسکتبال NBA ورزش استقامتیه نهایتا در طول فصل گذشته نشون داد که تیم‌های ستاره‌دار و تیم‌های در واقع کم ستاره ولی تیم‌های بهتر مثل اوکلاهوما سیتی تاندر و دنور ناگتس تونستن با هم پای برن. این مسئله که الان تیم اوکلاهوما سیتی تاندر که یک تیم بسیار جوان در یک شهر بسیار کوچیک، شهر اوکلاهوما سیتی از خیلی از شهرهای ایران کوچیک‌تره و این تیم تونسته جلوی تیم‌های بزرگ و پرستاره و به قول شما ستاره‌های هالیوودی بیسته، همین دوباره تونسته لیگ NBA رو به یکی از هیجان انگیزترین لیگ‌های حرفه‌ای جهان تبدیل کنه. خیلی کوتاه می‌خواستم ازتون بپرسم، همیشه وضعیت قهرمان فصل قبل جالب هست که این چه کار میکنه. یه قدری کار گره خورد در بازی اول بین نیو اورلئان و لیکرز. از این به بعد فکر میکنید چی میشه؟ لس آنجلس لیکرز در بازی اولش به شکلی بازی کرد که بسیاری از تماشاچی‌های لیکرز حتی ابراز تنفر کردن از این تیم، ولی ما سال گذشته هم دیدیم که در مرحله اول و دوم لس آنجلس لیکرز یه مقداری به نظر می‌رسید هنوز خواب بود. این تیم با همین فرمت تجربه بسیاری داره و من خیلی رد شدن تیم‌های نظیر نیو اورلینز رو از لیکرز خیلی عملی نمی‌بینم. بسیار ممنونم از شما کارنه مکفندی.